عظیم، یه هتل یه هتل بزرگ شناور. نمیدونم متوجه عظمت، فقط نگاش کنید، یه غول شناور به خدا. اتاقشو، این وای سالنشو برای بازی، میبینید بچه‌ها فوق‌العاده است، خیلی خوشگله. قایقای نجاتش، ماجستیک پرنسس. اینجا رستورانه. عاشق این بالا شدم. حتما باتریاش شارژ میشه باران، یه چیزی هست، یعنی برای برق داخلش مطمئناً از یه توربینای استفاده میشه. قسمت اتاق کنترلشه جلوی کشتی، همونجا که سکان و ملوان و از این حرفا. توی بالاترین طبقه حالت سینماش کرده روی بالکنش. این همه راه اومدیم که از این سمتشم بگیریم، این پشتشه، برای جلوش دیگه راهی نداشتیم ولی این پشتشه.